نقطه ورود طلایی بیت کوین کجا؟ صعودی میشویم یا نزولی؟ در این ویدیو بهش میپردازیم و تمام نکات رو با هم دیگه بررسی میکنیم. تا انتهای ویدیو با من همراه باش. درود دوستان، خیلی خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از بررسی تکنیکال. در این اپیزود میپردازیم به بیت کوین، دامیننس بیت کوین، اتریوم، توتال و USDT و شرایطشون رو دونه بدونه با هم دیگه بررسی میکنیم. خب تو این چند روزی که گذشت از ویدیو قبلی تا این ویدیو میبینیم که کاملا رنج بودیم، حرکت‌های ریزی رو داشتیم، ولی همه در باکسی بود که قبلتر رسمش کرده بودیم. محدوده 86800 تا محدوده 90300 400 محدوده‌ای هستش که برای ما درست کرده. حالا این باکس رو بزرگتر میتونیم در نظرش بگیریم، از محدوده 84400 تا محدوده 94000 تا که رفته میبینیم که این باکس کوچیک‌تر شده و الان داره بین محدوده 86800 تا محدوده 90400 رنج میزنه. خب این کوچکتر شدن باکس میتونه برای ما نقطه ورودهایی رو داشته باشه، نقطه ورودهای ریسکی رو داشته باشه، اما خب نقطه ورودهای سیفمون همچنان برای ریزشی شدن 84500 هست و برای صعودی شدن بالای 94000 دلار هستش. اما نقطه ورودهای ریسکی رو میتونیم با همین کف و سقف باکسی که برای ما تشکیل داده نقطه ورودهای ریسکی رو داشته باشیم که میتونه نقطه ورودهای طلایی برای ما باشه. هرچند ریسکش زیاده، احتمال استاپ خوردن بالا هست، ولی میتواند نقطه ورود طلایی برای ما باشد. چرا که استاپ لاس های کوچیکی به ما میده. تقریبا اگر اینجا بخوایم پوزیشن باز کنیم، یک استاپ لاس 4% تو سیف ترین حالت ممکن، و حتی میتونیم این استاپ لاس رو در تایم فریم های پایینتر کوچیک‌تر هم قرار بدیم که اگر بخوایم حرکتی داشته باشیم به سمت محدوده 70000 تا، ریسک ریوارد خوبی رو برای ما به همراه خواهد داشت و برای صعودیش هم به همین شکل. اما اتفاقی تو این چند روز گذشته افتاد، می‌بینیم که حجم مارکت کم شد و اتفاقاتی نظیر این حرکت ها به وجود اومد. حرکت هایی که با یک کندل قوی صعودی حرکت کرد به سمت محدوده مقاومتی و می‌بینیم که بلافاصله ریجکت خورد. اینا رو میتونیم به دلیل کم شدن حجم مارکت قرار بدیم و حالا اتفاقاتی که میفته، خرید و فروش هایی که انجام میشه و طبیعتا دوستانی که حالا زودتر وارد معامله میشن استاپ لاس هایی دریافت میکنن. توی اینجور محدوده ها بهتره که صبر کنید و تاییدیه های بیشتری رو بگیرید. حداقل صبر کنید این محدوده شکسته بشه، پولبکی رو داشته باشه، سپس توی این نواحی وارد بشید و یا اینکه ریسک معاملات خودتون رو کم بکنید که استاپ لاس های الکی نداشته باشید. توی تایم فریم روزانه ما روی بیت کوین یک خط روندی داشتیم که از محدوده 126000 تا با ما همراه بود. توی این چند روز گذشته شاهد شکسته شدنش بودیم. شکسته شد ولی همچنان داریم رنج خودمون رو ادامه میدیم. پس دیگه اون فشار فروشه میتونیم بگیم که با توجه به اینکه این خط روند رو رد کردیم، حالا به صورت زمانی ردش کردیم، میتونیم بگیم که دیگه فشار فروش اونقدری نیست که بخوایم برسیم به این خط روند و ریجکت بشیم. این یه نکته مثبت برای ادامه حرکت صعودیمون میتونه باشه. و الان مهمترین چیزی که داریم همین باکسی هستش که توی این 4-5 روز گذشته داره داخلش حرکت میکنه و کفش رو میتونیم به منزله ورود پوزیشن شورت داشته باشیم و حرکت به سمت عدد پایینتر. هرچند محدوده 84500 84400 اینجا یک حمایت قوی هستش، ممکنه اینجا پوزیشن رو باز بکنیم، برسیم اینجا یه برگشتی بزنیم و سپس حرکت نزولی اون بخواد اتفاق بیفته. پس در جریان باشید که این نقطه ورود 86800 پوزیشنش ریسکی و برای ما داره. سیفمون هم محدوده 84400 هستش، ولی خب نقطه ورود طلایی هم میتونه باشه دیگه، چون استاپ لاس کوچیک‌تری به ما میده و میتونیم تارگت بهتری رو دریافت کنیم. اما با توجه به اینکه این خط روند رو رد کردیم، ما احتمال حرکت صعودی رو بیشتر میدونیم، چرا که دیگه فشار فروشمون کم شده، ولی همچنان حجم توی بازار کمه. میبینیم که حجم‌های خریدمون کاهشیه و حجم‌های فروشمون اکثرا توی یک کندل به این شکل، کندل های همر تشکیل شده که نشون میده فشار فروش خیلی بیشتر هستش. با توجه به اینکه خط روندمون هم رد کردیم، همچنان فشار فروش بیشتر. حالا توی این باکس قرار گرفتیم دیگه، باید صبر کنیم و شکستش رو ببینیم. هرچند توی این روزهایی که تعطیلی مارکت هستش و تقریبا کل دنیا دارن برای تعطیلات آماده شدن و به جوری از بازار خارج شدن و خیلی توجهی نمی‌کنن، احتمال حرکتمون هم میاد پایین‌تر. معمولا توی اینجور شرایط رنج میشیم، ولی با اولین حجم خوبی که ببینیم، چه به سمت مسیر نزولی چه به سمت مسیر صعودی، یک حرکتی رو در اون راستا انجام خواهیم داد. حالا این رو میتونیم به این دید نگاه بکنیم که اگر یهو یک حجم فروش خوبی دیدیم، ممکنه اول حرکتمون خلاف جهت باشه. یعنی ما یه حرکت رو به بالا ببینیم،
خب مثلا بیایم برسیم به 94000 تا و سپس از اینجا بخوایم حرکتمون رو به پایین رو ادامه بدیم. و یا برعکس این ممکنه یک حجم فروش زیادی ببینیم برگردیم تا نوای 8000 تا با شادو مثل این اتفاقی که اینجا افتاده و سپس حرکت رو به بالایی ببینیم. اتفاقی که قبلتر هم افتاده توی ژانویه برای بیت کوین. بیایم به گذشته بخوایم نگاه بکنیم. اینجا جایی بودش که تقریبا دسامبر تموم شد، وارد ژانویه شدیم. نگاه کنید یک حرکت رو به بالا، سپس برگشت و دوباره حرکت رو به بالا. پس این اتفاق رو میتونیم داشته باشیم. یا بخوایم بریم قبلتر رو نگاه بکنیم، اینجا شروع دسامبرمون شد رنج، سپس اینجا یک حرکت رو به بالا، برگشت به همین نقطه‌ای که در شروع دسامبر داشتیم و سپس حرکت رو به بالا. پس یک همچین اتفاقی رو هم میتونیم در نظر بگیریم جدا از این محدوده که کف مارکتمون رو دیده بودیم و شروع حرکت رو به بالامون اتفاق افتاد. پس این سناریو رو میتونیم در نظر داشته باشیم که اول از همه ما بخوایم یک حرکت رو به بالا داشته باشیم و سپس برگردیم پایین، و یا اگر حرکتمون رو به پایین بود در ادامه حرکتمون صعودی خواهد شد. اگر اینجا کف مارکتمون بوده باشه که به نظر من نیستش، من محدوده 70000 تا رو حداقل میبینم برای کف مارکتمون. اگر اینجا کف باشه، بالاخره تحلیل دیگه ممکنه اشتباه باشه و 70000 تا کف اون نباشه، همین 84000 تا کف مارکتمون بوده باشه. اگر حرکت صعودی هم بخواد اتفاق بیفته، ما میتونیم یه همچین حرکتی رو اینجا ببینیم که این میتونه اون ترس آخر و فروش آخری باشه که انجام میشه و سپس افرادی که باید از بازار خارج میشن و طبیعتا دوستانی که ریسک بیشتری رو قبول میکنن اینجا خریدشون انجام میدن و این حرکت صعودی شکل میگیره. ولی در حال حاضر حجم به شدت پایینه و اگر معامله میکنید در تایم فریم های پایینتر، بهتره که سریعا ریسک فریشون بکنید و به اصطلاح سیو سود لازمه رو انجام بدید. اما برای تایم فریم های پایینتر که تایم فریم یک ساعته، ما میتونیم بعد از محدوده 90386 یک پوزیشن لانگ داشته باشیم با تارگت 94000 تا. توجه بکنید باید جوری استاپ لاسمون رو تعیین بکنیم که 94000 تا بشه تارگتمون. اگر اینجا حرکت صعودی اتفاق بیفته، بیایم به این محدوده یک به اصطلاح تاچ کنیم، یک اصلاح کوچیکی بدیم، اینجا میتونیم استاپ لاسمون قرار بدیم و تارگت 94000 تا رو داشته باشیم. و یا اینکه همین سطحی که الان شکل گرفته در تایم فریم 15 دقیقه، همین سطحی که الان شکل گرفته و داره بهش مقاومت نشون میده، واکنش نشون میده، رو میتونیم یک پوزیشن لانگی داشته باشیم برای تارگت محدوده 90300. جوری استاپ لاسمون قرار بود حداقل به ریسک ریوارد 1.5 تا 2 برسه. اگر مناسب نبود وارد پوزیشن نشید بهتر، چون تماما ریسکی هستش پوزیشنایی که توی این باکس بزرگترمون داریم میگیریم. و از اون سمت هم برای پوزیشن شورت میبینیم که محدوده 86800 در تایم فریم یک ساعته به شدت واکنش‌های خوبی رو داشته و حمایت خوبی شکل گرفته. اگر ادامه مسیر رو برگشتیم به سمت عدد پایینتر، اینجا میتونه ورود یک پوزیشن شورت برای ما باشه تا تارگتمون حدوداً محدوده 84500 که این رو میتونیم نگه داریم. این پوزیشن رو میتونیم نگه داریم برای ادامه مسیر به سمت عدد پایینتر، به شرطی که در محدوده 84400 طوری سیو سود کرده باشید که پوزیشنتون ریسک فری شده باشه یا حداقل استاپ لاستون رو روی نقطه ورود خودتون قرار بدهید. پوزیشن شورتر من بیشتر نظرم هستش که میتونه اتفاق بیفته. حالا دوستانی که توی کانال سیگنال هم هستن، این موقعیت اگر اتفاق بیفته اونجا سیگنالش رو با هم دیگه میذاریم و با هم دیگه پوزیشنش رو باز میکنیم. پس در این شرایط بازار اگر ریسک پذیر هستیم باید در تایم فریم های پایینتر پوزیشن های خودمون رو پیگیری کنیم، اگر ریسک پذیر نیستیم باید صبر بکنیم برای محدوده های مهمترمون و در اون نوایی بخوایم وارد بشیم. و نکته دیگه در مورد بیت کوین نمیمونه، هر دو سمت رو توضیح دادیم که چه اتفاقی میتونه براشون بیفته که اگر به هر کدومش نزدیکتر بود با همون بخوایم پیش بریم. اما دامیننس بیت کوینمون تو این چند روز گذشته می‌بینیم دامیننس بیت کوینمون هم در حال رنج زدن بود و این نشون میده که خیلی اتفاقی روی آلت کوین هامون هم نیفتاده. آلت کوین هامون طبیعتا یک مقدار رفتن بالا، یک مقدار برگشتن پایین و همین روند رنج خودشون رو دارن ادامه میدن. اما نکته‌ای که هستش 3-4 روز گذشته بیت کوین کندل سبز و قرمز داشته ولی دامیننس اون تماما قرمز بود. یک مقداری احتمالاً خریدهای آلت کوینی داشتیم یا تبدیل شدن بیت کوین به آلت کوین رو توی این 3-4 روز گذشته داشتیم. اما شرایط روی دامیننسمون تفاوتی نداره، فعلا میتونیم رنج و صعودی در نظرش بگیریم، ولی خب بعد از اینکه حالا محدوده 58-50 رو از دست بدهد میتونیم بگیم که یک حرکت خوبی میتونه برای آلت کوین هامون استارتش بخوره و شروع بشه بخوان حرکت‌های صعودی رو تجربه بکنن. اگر پول از کل مارکت خارج نشه، یعنی همزمان که دامیننس اون نزولیه بیت کوینمون هم نزولی نباشه، اگر این اتفاق نیفته توی این نقطه میتونیم بگیم که آلت کوین هامون دارن حرکت صعودی انجام میدن.
اما اگر دامیننسمون قرمز باشه و خود بیت کوینمون هم قرمز باشه، طبیعتا آلت کوین ها ریزش بیشتری رو تجربه میکنن و پول داره از کل کریپتو خارج میشود. اتریوم و شرایطی که اتریوم داره روی محدوده حمایتی $2784 به خوبی حمایت شد، ولی خب الان میبینیم که اتریوم هم تقریبا توی یک مثلثی قرار گرفته و داره به کف و سقف این مثلث واکنش نشون میده. اتریوم شرایط صعودیش و شرایط نزولیش مثل همین بیت کوین هستش، خیلی تفاوتی نداره، ولی نکته‌ای که هستش خط روند نزولیش رو داره میشکنه، نزدیک به شکستن هستش. بعد از شکسته شدن خط روند نزولی و رد شدن از محدوده 3061 اینجا میتونیم ما یک پوزیشن ریسکی، توجه بکنید، یک پوزیشن ریسکی داشته باشیم که احتمال استاپ خوردنش به شدت زیاده. ولی خب میتونه یک نقطه ورود طلایی باشه برای ما که اگر در ادامه بخوایم حرکت صعودیمون رو پیگیری کنیم، میتونه تارگت های بالاتری تا هولوش محدوده $3400 رو هم برای ما داشته باشه. هرچند محدوده $3181 یک محدوده مقاومتی هست بر سر راه اتریوم و نقطه ورود سیفتر ما، ولی خب این نقطه ورود هم میتونیم غافل نشیم ازش. در تایم فریم های پایینتر 15 دقیقه، یک ساعته میتونه یک محدوده ورود خوب و عالی برای ما باشه. اما برای پوزیشن شورت میتونیم با توجه به حمایتی که خط روند صعودی داره، محدوده $2900 رو ببینید تو تایم فریم 4 ساعته این مقدار حمایت از این نقطه شکل گرفته. برای پوزیشن شورت میتونیم برای پوزیشن شورت ریسکی محدوده $2900 رو به عنوان یک پوزیشن شورت در نظر بگیریم. تارگت اون میتونه کف حمایتی $2784 باشه که اگر این کف از دست برود، احتمال خیلی زیاد ما تا محدوده $2300 بخوایم اصلاحی رو داشته باشیم که این نقطه ورود میتونه نقطه ورود طلایی برای ما باشه. هرچند نقطه ورود سیفتر اون برای پوزیشن شورت محدوده $2784 هستش. بر اساس استراتژیتون اگر تاییدی رو داشتید میتونید با کف $2900 و سقف $3060 برای پوزیشن های شورت و لانگ پیگیری کنید در تایم فریم پایینتر. توجه بکنید که باید زود ریسک فریشون بکنید. اما به طور کلی توی مارکت حجم زیادی نیست، پس اگر هم اتفاق بیفته جا نمیمونید از بازار. خب یعنی اگر حرکت صعودی اتفاق بیفته به این شکل نیست که یک باره او بخواد حرکت خیلی زیادی داشته باشه، چون حجم کمه، یک مقدار میریم بالا، یک مقدار برمیگردیم و میتونیم دوباره فرصت ورود مجددی رو داشته باشیم. صرفا برای دوستانی که خیلی پیگیر هستن و در تایم فریم های پایینتر ترید میکنن، محدود مقاومت و حمایت های مهم رو گفتیم که میتونن با شکست شدن اون محدوده ها پوزیشن های خوبی رو برای ما به همراه داشته باشن. خب در ادامه بریم سراغ یه نکته‌ای که روی بیت کوین من فراموشم شد بگم، حجم و نقدینگی هستش که توی بازار هستش. تو تایم فریم می‌بینیم یک هفته‌ای روی بیت کوین می‌بینیم که یک محدوده نقدینگی ما هولوش محدوده 86400 داریم و بعد از این تقریبا میایم سمت محدوده 84000 تا که نقدینگی بیشترمون قرار گرفته. پس نقدینگی زیادی هم به اون صورت نیست زیر پامون و از اون سمت هم برای مسیر صعودیمون نقدینگی زیادی هم بر سر راهمون نیست. می‌بینیم که بعد از محدوده تقریبا 88 هزار دلار تقریبا خالیه تا محدوده $90400. اینجا میتونه پوزیشن ریسکی 15 دقیقه بیت کوین باشه که تارگتمون $90400 هستش. دوباره از اون سمت هم بعد از 90000 تقریبا دیگه باز حجممون کم میشه، دیگه اصلا حجمی نیست تو مارکت. یعنی تو این تایم فریم یک هفته‌ای که داریم نگاه می‌کنیم اصلا حجمی نیستش برای بلند مدت که بخوان قرار داده باشن، ولی خب کف 86000 تا یه حجمی هستش که میتونیم اون رو بگیریم سپس حرکت بکنیم و از اون سمت هم بعد از $90000 حجم خاصی رو نداریم. پس این دو نقطه میتونه نقطه ورودهای طلایی باشه برای ادامه مسیر. خب اما بریم سراغ اتریوم به بیت کوین و دامیننس تترمون، ببینیم که شرایط به چه شکلی هستش. اتریوم به بیت کوین، خب اگر با ویدیو همراه بوده باشید، بعد از اینکه این خط روند رو شکست انتظار داشتیم پول بک رو بزنه و الان پول بک رو زده و داریم رنج میزنیم، ولی قدرت همچنان دست دامیننس بیت کوین است. هرچند اتریوم به بیت کوین یک مقدار صعودی شد بعد از شکست شدن این خط روند و پول بک هم داشته، ولی خب فعلا داره رنج میزنه. ما باید بتونیم بریم بالای محدوده 0.037، اون زمان میتونیم بگیم که اتریوم به بیت کوین شرایط بهتری رو میتونه تجربه بکنه. پس تا زمانی که پایینتر از این محدوده هستیم همچنان اتریوم نسبت به بیت کوین خیلی حرکت بهتری رو نمیتونه تجربه بکنه.
از اون سمت هم اگر دامیننس بیتمون ریزشی بشه و آلت کوینامون بخواد صعودی بشه، اتریوم به بیت کوین رو بالای این محدوده خواهیم دید و در سمت مقابل دامیننسمون صعودی باشه، اتریوم به بیت کوین تنها محدوده حمایتی که نزدیک سر راهش داره حدودا محدوده 0.030 هستش و از دست دادن این نقطه باید ما تا این باکس ما میتونیم روی اتریوم حرکت نزولی داشته باشیم که هولوش هم محدوده $2300 روی قیمت برای اتریوم خواهد بود. شرایط توتال دومون هم رنج هستش و تقریبا بین زمین و هوا هست. حمایت 1.15 تریلیون دلار و مقاومت 1.28 تریلیون دلار فعلا بر سر راهش قرار داره. شرایط روی توتال 3 هم به همین شکل هستش و با گامی آهسته تر رو به پایین یک مقدار نسبت به توتال دومون نزولی تر هستش. پس شرایط روی آلت کوین ها میتونه بدتر بشود اگر کل بازارمون نزولی شود و اون اتفاقه بیفته برای بیت کوین که بخوایم بریم سمت محدوده $70,000. اما یه نکته روی USDT مون داریم، روی دامیننس تتر، که حالا اگر ویدیو رو با ما همراه بوده باشید قبلا هم توضیح داده شد که ما اینجا میتونیم یعنی داریم یک الگوی سر و شونه زشت، خب، و یا اینکه یا کف سقلو داریم که سقله که میشه اونوری، کف سقلو داریم که تفاوتی نمیکنه چه سر و شونه برعکس باشه چه کف سقلو باشه. برای ما این خط نکلاینمون یکیه روی USDT. خب خط نکلاینمون یکیه، محدوده 6.5% تا 6.76، یعنی این باکس مقاومتیمون باید شکسته بشه تا بخوایم یک حرکت نزولی شدید رو توی بازار داشته باشیم و اگر این اتفاق بیفته تارگت هایی که میتونیم داشته باشیم حدود محدوده 8.5% و این خط کرو مقاومتی اون حدودش محدوده 10% که حجم خیلی زیادی پول از مارکت خارج میشه اگه این اتفاق بیفته. پس خط نکلاین اون محدوده 6.5 تا 6.76% هستش که شکسته شدن و از دست رفتن این محدوده مقاومتی میتواند منجر به ریزش شدید توی بازار بشود. پس این محدوده رو روی چارتتون بکشید، آلارم بذارید، خیلی محدوده مهمی هستش. چه زمانی میتونیم بگیم که شرایط داره روی مارکت خوب میشه و حرکت صعودی میتونیم روی مارکت ببینیم؟ توجه بکنید این محدوده‌ای که حمایت کرده، محدوده 5.84، می‌بینیم 3 مرحله حمایت کرد که در نتیجه ما رو رسوند به محدوده باکس مقاومتی. تا زمانی که بالای محدوده 5.84 هستیم، یعنی این محدوده، همچنان شرایط ریزشی میتونیم تجربه بکنیم برای بیت کوین و ریزش رو محتمل تر بدونیم. و اگر اینکه طی روزهای آینده ما محدوده 6.19 رو بشکنیم به سمت 5.84 حرکت بکنیم، اینجا میتونه نقطه ورود نزدیکه باشه، نقطه ورود طلایی باشه که خیلی ریسک زیادی داره. در ادامه محدوده 5.84 که میتونه نقطه ورود سیف ترمون باشه. ما محدوده 5.84 رو از دست بدهیم روی دامیننس تتر، میتوانیم شرایط صعودی روی بازار ببینیم و حرکتمون به سمت اعداد بالاتر باشه. ولی با توجه به اتفاقات و الگوهایی که تشکیل شده احتمال اینکه ما بخوایم حرکت نزولی رو داشته باشیم بیشتر هستش. و اون نکته‌ای که گفتم رو فراموش نکنید، ممکن روی USDT مون بیایم به سمت 5.84، روی بیت کوینمون بریم به سمت $94,000 و سپس از این محدوده روی USDT به سمت بالا حرکت کنیم و از 94,000 بیت کوینمون به سمت محدوده 80,000 تا و حتی پایین‌تر بخوایم حرکتی رو داشته باشیم که اول مسیر حرکت‌های بلند معمولاً اینجوریه که یک مقدار برعکس اون مسیر حرکت میکنه، نقدینگی رو جمع میکنه و سپس حرکتی رو خواهیم داشت، حالا چه صعودی چه نزولی. خیلی ممنون از همه دوستان که تا انتهای این ویدیو اومدن. امیدوارم که تونسته باشم کمک کوچیکی در راستای بررسی های شخصی خودتون کرده باشم بهتون و بتونید بهترین استفاده رو ببرید از این ویدیو و به نظر من سیف ترید بکنید و اگر هم میخواید ریسکی ترید بکنید صرفا چون ممکنه طبیعتا توی این شرایط مارکت یک مقدار کلافه شده باشید، حوصله‌تون سر رفته باشه، خیلی با حجم پایین و صرفا مخاطر که اون هیجانه بخوابه میتونید تو تایم فریم های پایین‌تر بیاید ترید بکنید و با ریسک خیلی کم و حجم پایین، چرا که توی این شرایط مارکت احتمال دستکاری هست، احتمال استاپ خوردن های الکی هست و مجددا ممکنه کلافه تر و حوصله سر برتر بشه براتون و از نقطه ورود اصلی جا بمونید. اگر نکته خاصی هست حتما توی کامنت ها برام بنویسید، میخونم پاسخ میدم و اگر هم کوین خاصی مد نظرتون هست حتما برام بنویسید، تحلیلش رو سعی میکنم در ویدیوهای آینده براتون قرار بدم. هر جا هستید شاد و پیروز و موفق باشید. کریسمستون مبارک. شب و روزگار خوش.